فاطیما به نظرت منو چقدر میشناسی؟ خیلی زیاد. چقدر؟ خیلی زیاد. چقدر؟ خیلی زیاد. فکر نکنم. تو این قسمت میخوایم بفهمیم من و فاطیما چقدر همدیگر رو میشناسیم. 4 تا سوال داریم که جفتمون باید برای همدیگر رو جواب بدیم. پس اگه داری تا اینجای ویدیو رو میبینی این ویدیو رو لایک کن. آفرین. خب اینجا یه برگه برای توه، یه برگه هم برای منه. امنم اصلا تقلب نکن، برو اونور باید سوالا رو جواب بدی. سوال 1 من میگم مینویسیم. اولین قرارمون کجا بود؟ به زبون نیار، فقط بنویس. تقلب نکن برو اونور ببینم. سوال 1 اولین قرارمون رو کجا بود و چی نوشتی تو؟ نوشتم پارک مهرشهر. منم نوشتم پارک مشهد. درست بود. 1 امتیاز. غذای مورد علاقه من چیه؟ تو با هم مال منو بنویسی، منم مال تو رو مینویسم. شماره 2 غذای مورد علاقه منو چی نوشتی؟ فسنجون. آب قطع گلم. منم نوشتم فسنجون فقط. ریدی دیگه. خب چی دوست داری؟ من همیشه. من ماکارونی دوست دارم. سوال شماره 3 بیشتر کی قهر میکنه؟ اینجا اسم مینویسی، مثلا مینویسی فاطیما یا امید. اسم خودت هم نمینویسی، من مینویسی فاطیما یا مثلا منو مینویسی امید. اینجا باید این آهنگ پلی شه. نشستم به در نگاه میکنم. چرا؟ چون من بهش گفتم شماره 3 جواب بده، رفته خانم شماره 4 رو نوشته جلو. خب عیبی نداره. من که فهمیدم چی نوشتی. خب ولی شماره 4 هم درست نوشتی، عیبی نداره عزیزم. خب شماره 3 بیشتر کی قهر میکنه؟ من نوشتم فاطیما. یا همین الان معلومه کی بیشتر قهر میکنه. شماره 3 هم بیشتر فاطیما خرج میکنه. فاطیما. هم 4 هم 3 همه رو زد ترکون، همه‌شو فاطیما. نکرتم من. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یه سری سوال جدید برامون تو کامنت ها بنویسید که تو قسمت بعدی بسازیمش.